1 مای در حدود ولایت بادکند مذاکرات ایت‌های حکومتی عاید به تعیین و علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان دایر می شود و در نیمه دوم ماه مای در دوشنبه ملاقات روبروی امامعلی رحمون و صادر جباروف برگزار خواهد شد. این توافق روز 3 اپریل در جریان صحبت تلفنی پرزیدنت های قرقیزستان و تاجیکستان به دست آمده است. خبر این صحبت تلفنی را خدمات مطبوعات پرزیدنت قرقیزستان نشر کرد. در سامانه پرزیدنت تاجیکستان تا وقتی که این گزارش برای چاپ آماده میشد درباره صحبت تلفنی رهبران دو کشور و توافق در جریان آن به دست آمده هنوز اطلاع نشر نشده بود. بنا به گزارش نشر شده در سامانه پرزیدنت قرقیزستان دو رهبر راه هرچی زودتر آرام کردن وضع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را بررسی کردند. صادر جباروف مخصوصا تاکید کرد که جانب قرقیزستان عزم دارد مسائل بین دولتی را با راه مکالمه حل کند. گفته می شود در اطلاعیه خدمات مطبوعات پرزیدنت قرقیزستان صحبت تلفنی رهبران دو کشور در پی مناقشه های خونین روزهای 29 و 30 اپریل در مرز ولایت های سوغد و بادکند صورت گرفت.